سلام دوستان، علیکم. تو هستم. چطوری بچه‌ها؟ امروز اومدیم با ویدیوی جدید بچه‌ها. هاردکور قسمت دومه. من خودم فول آیرون کردم با اون آیرونایی که داشتیم و تونستم یه پاکت و یه شیلد آیرونی هم درست کنم و یه کلنگ آیرونی. بعد بچه‌ها من مجبور شدم از چانک بیس برای ویلیج استفاده کنم، چون دیدم نزدیکای خودم اصلا هیچ ویلیجی وجود نداره. 1000 تا بلاک 2000 تا بلاک ویلیج وجود داشت که من اصلا نمیتونستم پیدا کنم اونجوری. بنابراین ما چوب اسپروس میکنیم، خیلی به درد بیلد و اینا میخوره که واسه امرال بهتون گفتم. هوی به به. راستی این هیت باکسی که میبینید دور اینا هستش، نمیدونم چه در خونمون یکی وا کرد بستش جم بودن. آره خب این هیت باکسی که دور اینا هستش، اینا به خاطر اینه که FSOB زدم. الان FSOB رو اگه نداشته باشم هیت باکسی نداره. من کجا رفتش؟ گایب شد کلا. اینا هیت باکسی نداره. بعد F2H هم که باعث میشه بتونید این اتک چیزا اینا رو ببینید. مثلا جونش چقدر رو الان 74 مال من جونش. بعد F2G هم چانکار رو میتونید ببینید. F2R هم که فکر کنم چانکار رو زیاد، نه F2E بود فکر، نه F2E بود. چانکو بیشتر میکرده شاره. حالا چانک هم بیارم بدانم رو همون عادیش میشه داشت دراپ کنی. 4 تا سپلینگ بدی به من رفتم بکنم تو. نه دیگه تو آپدیت بالاتر میره برکی. او 3 تا سپلینگ. خدای تو یکی. خدا شکر. آقا من مجبور شدم از سایت دیگه استفاده کنم برای ویلیج دیگه ببخشید شما بزرگی خودتون. سایت اشکال نداره، تا وقتی اوپی نباشم اسلش سیت مشکلی نداره. چه لگی هم 200 تا بلاک 100 تا، یعنی ویلیج هم نزدیکمونه. میترسم برسم اونجا به خاطر ویلیجر اینا FPS دراپ بگیرم. ولی سیستم دیگه اونقدری قبل ضعیف نیست. ویلیج پشمام به صورت عادی و نرمال. به بلک اسمیت داشته باشی. تو بلک اسمیت 2 تا دایموند خیلی خوشحال میشم، یعنی انگار به خطی تاب میدید. What the fuck؟ ها؟ پوتیتو؟ گله بخوره تو سرت. خب بجی استراب شدیم. استغفرالله. نمیخوام دهنمو بکنم ولی اینا ویلیجر رو دیوونن. اوزگلن بالا شسته مطمئنم. خب اینا فکر کنم کارتوگرافر داره که چستم داره. پیپر بخوره تو. نمیشه مثلا به نقشه بدی. اوکی شغلتون میکنم. من اومدم اینجا واسه مفری. چقدر سپلینگ! من تو عمرم این همه سپلینگ از نزدیک ندیده بودم. 10 تا البته من تا 63 تا سپلینگ هم دیدم. حالا چه ویلیج گنده‌ای هم هست. فکر کنم 1000 تا از اینا لوت کردم تا الان. خب این همه خونه ای داشتش که به درد نخور، یه دونه بلک اسمیت به درد بخور نداشته. حالا من این
هیبلاشو فعلا بکنم. تو که لود شدی، تو رو که خب دوتا ویلیجر زندانی کنیم دیگه، این پارت هم به پایان برسونیم. ویلیجر شغل نمیخوان، من اینجا دوتا شغل بذارم. یا امام لک داداش، آیرون گولم داداش، آیرون گولم خیلی خطرناکه، احتمال 100% شما رو وانشات میکنه. خب خودت افتادی تو تله دیگه، به من ربطی نداره. دمت گرم قربون داداش مشی. شیلدمونو میگیریم دستم. اینجا یه کرفت میذاریم، یه دونه اسلپ درست میکنیم، اینو میذاریم به قول تیمسار بزن بر طبل شادانه الله. خب این پارتو همینجا، این پارت قبلی نمیخوام زیاد طولانی بشه، البته نه خیلی 7 دقیقه خیلی کم، لیزت کافی نمیبرید از این ویدیو. من چستامو همینجا پیاده میکنم، ایونتوریمو تا خیر خالی میکنم توش. یه 4 تا از این خونه چوب بکنم. خیلی دارم به این ویلیجر ها میسوزه، چون به زودی قراره به بردگی برده های من بشن به زودی. اینا رو بذارم بپزه گوشتای خوکو، چون من این هیبلا رو تبدیل نکردم به نون، بعد 47 تا نون دارم از اون آلوت کردم پشیمون. پوتیتو هم 33 تا دارم پشیمون، مزرعه شو میسازم. اینجا هم کیف هستش، بریم توش ببینیم میتونیم ابزارمون هم دایمندی کنیم. دایمندی کاش دایمندی بشن. نکن پشمو. خوبه بابا یا امام. آقا نخواستم، این گارش خیلی تو گنده است، تو مپ دارم میبینم، بعدا میام لوتش میکنم، چون مطمئنم پایینش یه اسپانری چیزی هستش که فارم ایکس میکنیمش. بعدا امیدوارم اسپانر اسکلتون باشه، اسکلتون خیلی بیشتر از زامبی ایکس پی میده. خب اینجا رو سیوش کنیم، هوم. اسم چستونا واسه منه.
نمیدونم چرا. بلسترنیس دوست دارم. خب از اونجایی که تو فورج و تو فاینم فکر کنم دوپلیکیتور استرینگ برام کار نکنه حاجی. بدبخت شدم، باید نسخه بازی رو به فابریک فابلیوسی تغییر بدم. خیلی حس بدی دارم، انگار داره به تجاوز میشه. لعنت به مانکرافت، لعنت به سازنده مانکرافت. تمام آقا، تمام، فول، تمام. تو دی 3 پشمام بدون ایکس ری. راستی این غلطه که وسط این جایی به علاوه هستش، اینو برداشتم یه ریسترسپک زدم اینجور. این ریسترسپک نمیدونم چیه، کوریشر یا یه همچین چیزی داره، از این استفاده کردم، خیلی خوشگلش کردم. غذایی زاپاس واتر باکت، بخوابیم خطریه. خب آقا غذا بپزه دیگه، ویدیو رو به پایان برسونیم.